وزارت کارهای داخلی تاجیکستان 13 میلیسایی را که با دلیل فربهی از مقامشان سبکدوش کرده بود دوباره به کار قبول کرد. این کارمندان میلیسا از جمله 20 نفره بودند که در دوام نیم سال اخیر بنابر وزن از حد بیش جای کار خود را از دست دادند. وزن آنها از معیار مقرر شده از 70 تا 75 کیلو 12-17 کیلو بیشتر بوده است. عمرجان امامعلی سخنگوی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روز 26 ایول بر رادیو آزادی گفت کارمندان برقرار شده متخصصان خوب و با تجربه هستند و یگانه کمبودیشان وزن زیادی آنها بود. در اصل که متخصص خوب هم هستند لیکن از سوی وزنشون هم که دادن و خاطری که با متخصص خوب آمدن وزنشون که مطابق شد وزن برقرار شد. این مسئول وزارت امور داخلی تاجیکستان افزود اگر 7 نفر باقی مانده نیز طبق طلبات وزن خود را کم کنند می توانند دوباره استخدام شوند. بر اساس یک دستوری وزیر کارهای داخلی تاجیکستان وزن کارگر باید به بلندی قد او موافقت کند و شکمی بزرگ نداشته باشد. مثلا اگر بلندی قد کارمند وزارت کارهای داخلی تاجیکستان 1 متر و 70 سانتی متر باشد وزن او نباید از 70-75 کیلو بیشتر باشد. 3 ماه قبل بیش از 100 کارمند وزارت کارهای داخلی برای به معیار مطابق کردن وزن خود هشدار گرفته 20 نفر از کار آزاد شده بودند. ضمناً عمرجان امامعلی سخنگوی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان میگوید با سپارش رهبریت کارمندانی را نامنویس کردند که تمایل فربه‌شوی دارند و وزنشان اندکی از معیار زیادتر است. او گفت برای به معیار مطابق کردن وزن این کارمندان چاره‌های روی دست گرفته شده است. وانم روی خط شخصانی که وزنشون بو نسبتاً وزن‌تر است هر هفته دوام 3 روز مشق‌های جسمانی کیلووزنی بغیر از که هیئت شخصی مشق‌های جسمانی هفته 2 مرتبه اینو بغیر از اونو با هفته 3-4 مرتبه اونو مشق‌های جسمانی میکنن. وزارت از این کارمندان تجربه دار خوب نام میبرد که یگانه عیبشان فربهی است. وزارت کارهای داخلی میگوید با این دلیل مسئله وزن زیاد در میان کارمندان میلیسا را جدی گرفته آن را کمبود کاری مینامد که میلیسای فربه امکانی فعالانه اشتراک کردن در عملیات را ندارد.